وعلى آله و اصحابه اجمعین. اما بعد، السلام علیکم برادران عزیز و هموطنان محترم. خداوند توفیق داد دوباره ما در برنامه آنلاینی اینترنتی در یوتیوب مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان با شما هستیم. در موضوع مشکلات عائلوی و راه حل آن. ما امروز از یک مسائل مبرم روز را در اینجا صحبت میکنیم و بنای بشری را صحبت میکنیم و موضوعی را صحبت میکنیم که بقای نسل بشر از دیدگاه دین شناخته شده است و از دیدگاه عقل و منطق. ما امروز صحبت از اون گنجینه، از اون گوهر، از اون رشته میان زن و شوهری صحبت میکنیم. نسبت با زنها قرآن عظیم و شان در آیه های زیاد میفرماید که وعاشرهن بالمعروف، شما با زنها معاشرت خوب داشته باشید. این جوامع الکلیم، یعنی این سخنی هست که همه موضوعات عائلوی را در بر میگیرد و پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم جوانان را وصیت و نصیحت میکند که یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء او كما قال رسول الله صلی الله علیه و سلم. یعنی در این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم ترغیب میکند بر اینکه ای گروه جوانان، کسی از شما پرداخت مهر را قدرت و تواناییش را دارد، زن بگیرد. فإنه أغض للبصر، یعنی چون که این ازدواج کردن، زن گرفتن، عائله بنیاد کردن، این برای حفاظت کردن چشمهای اون از راه حرام، از راه شهوت، از راه دیدن نامحرم، این بهترین سطر است. یعنی نکاح کردن، زن انتخاب کردن، زن گرفتن. و دوم اغض و احسن للفرج، و در دوام حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که برای حمایت کردن، برای حفظ کردن شرمگاه مرد، شرمگاه جوانان، این بهترین راه است. یعنی در راه بندگی، در راه ایمان، در راه اسلام مرد، برای حفاظت کردن شرمگاه، برای حفاظت کردن چشمانش، بهترین راه برای بقای بندگی پیش خدا، برای اجر و پاداش دادن بر روز آخرت، این ازدواج کردن است، این همسر گرفتن است. و پیامبر صلی الله علیه و سلم در دوام این حدیث میگوید که البته آنانی که قدرت و توان مهر را ندارند چیکار کنند؟ میگه اونها روزه بگیرند و این روزه هم در میان اون مردانی که قدرت و توان مهر را داشتند، ازدواج کردن و توانستند، این روزه داشتن آنها پرده و حجاب است میان آنها و میان معصیت و میان گناهان. و این نصیحت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، حدیث متفق علیه و وصیت پیامبر صلی الله علیه و سلم برای کل جوانان ملت و جوانان مسلمان است. بنابراین برادران عزیز، موضوع البته ما در این موضوع سوال و جواب ها میگیریم و در پاسخ با شما هستیم و بعضی از سخنان معلم دین من و شما محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را ما در اینجا صحبت میکنیم. مثلا درباره زنها پیامبر صلی الله علیه و سلم چی در صحیح البخاری، چی در دیگر کتاب های حدیث و صحیحین، پیامبر صلی الله علیه و سلم وصیت میکند، نصیحت میکند برای جوانان که استوصوا بالنساء خیرا، من شما را وصیت میکنم که برای زنها خوب باشید، نیکو باشید و مرد کامل در مقابل زنها باشید. و در جای دیگر در دوام این حدیث میگه لانهن خلقن من الضلع، یعنی چون که زنها از قبرغه، یعنی از اینجا خلق شدن.
پیامبر صلی الله علیه وسلم در اینجا اشاره میکند که من شما را وصیت بر این امانت خداوند میکنم که این از تبرغه چپ انسان، از اعلای اون، اصلا زلع گفته اعوجاج میگن، کجی هر چیز رو میگوید، بنابراین قبرغه ها را زلع میگن با زبان عربی، یعنی اینها کج هستند. یعنی کجی در این زن هست، در این امانت خدا، در این مادر، در این زن کجی وجود دارد. پیامبر صلی الله علیه وسلم در دیگر روایت با روایت ابو هریره میگوید که شما زنها کجی دارند، اما شما اگر استفاده کنید از آنها با همین کجیشان میتوانید که استفاده کنید. یعنی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این حدیث مبارک من و شما را توصیه میکند که با زنها وقتی شما همسر بنیاد میکنید، عائله بنیاد میکنید، شما مرد کامل باشید. شما لغزش های اونها را، خطابی های اونها را بسیار گریف نکنید، اونها را ببخشید و مرد مهربان در جاده زندگی باشید. همچنانه که قرآن در یک آیت دیگر میگوید که الرجال قوامون علی النساء، مردها نسبت به زنها قوی‌اند. مفسرین در تفسیر این آیت میگوید که الرجال قوامون علی النساء یعنی رئیسها، کبیرها، حاکم علیها، مؤدبها اذا اعوجت، یعنی رئیس زن، کلان زن، حاکم زن و مؤدب زن اذا اعوجت، وقتی که کج رفت، مؤدب زن این مرد هست. این مقام رو قرآن عظیم شان حقوق را برای مرد میگوید که این حاکم و این کسی هست که زمام و لجام زندگی باید در دست این باشد. بنابراین شما مادران گذشته را میبینید که اونها از عالم، از دانشمند، از دامولاهای گذشته فقط سخنی را میشنویدن که شوهر قبلگاه است و این دیدگاه دینی هست. همچون که من آیت را خوندم که حاکم و رئیس و امیر زن مرد هست. هر عمل باید با اون مشورت شود، با اون از شوهر اجازت شود. الو سلام علیکم. الو بله سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. او جمله کبو بله گوش میکنم. او من حق دارم که زنش رو رفتم و خونه شوهر و برادرانش فهم کنم. یعنی سوال شما چنین هست که آیا مرد حق دارد که از رفتن خانه اپا و خواهر، اکا و دادر، پدر و مادر زنش را منع کند؟ امیخیل سوال دیگه بله گوش میکنم. او زن در اسلام حق دارد از شوهرش طلاق رو طلب کنه. سوال دویم شو یعنی زن حق دارد که از شوهرش طلاق طلب کنه، یعنی این حق را دارد یا نه؟ سلامت باشید. سلامت باشید. برادران عزیز، همچنین که من در ابتدای سخن گفتم که البته ما در آنلاینی هستیم، شما می توانید که با زنگ بزنید 2 24 25 11 این تلفنی مرکز اسلامی هست، ما در پاسخ با شما هستیم. این برادر 2 سوال کردند. سوال اولی اینها این بود که آیا مرد حق دارد که زنش را از رفتن به خانه محرم های خودش، یعنی با اپا و خواهرش، با برادر و دادرش، خصوصا پدر و مادرش منع کند؟ این حق را اسلام به هیچ مردی دادگی نیست و مردان برای این گناهگار می شوند. درباره صله رحم چی در قرآن چی در حدیث، حتی در قرآن اشاره می شود که اونایی که از خانواده منع میکند صله رحم را مفسدین فی الارض هستند، فساد در زمین کردن اونها. خصوصا شما ببینید از اون سبب‌های، از اون عامل‌هایی که زن میتواند طلب طلاق کند از مرد، یکی از اونها این منع کردن زیارت زن از اهل بیتش است. یعنی اگر مرد در دیدگاه دین مبین اسلام، حالا این که حدیث وجود دارد، البته سوال دومی این برادرم در اینجا تقریبا من جوابش رو گفتم میگذارم، این هست که در سوال اولی که نه قرآن نه سنت
نه بزرگان دین من و شما، نه دیدگاه دین مبین اسلام، نه دیدگاه عقل و منطق اجازت نمیدهد هیچ مردی را که زنش را از رفتن خانه خویش و تبرانش اپا و خوار اکا و دادر خصوصا پدر و مادرش منع کند و این برای اون مرد گناه عظیم است، گناه کبیر است و اون زن در مقابل اینکه اگر این با سالها میکشد اون را منع میکند، از دیدگاه دین مبین اسلام در این مسئله حتی زن را اجازت میدهد که حق طلب طلاق کند. این یکی از عامل‌هایی است که شریعت اجازت میدهد زن را که طلب طلاق کند که اون را از زیارت کردن اهل خانه‌اش، از زیارت کردن پدر و مادرش منع کردن. سوال دوم این برادر این بود که آیا مرد حق دارد، آیا زن حق دارد که طلب طلاق کند؟ شما ببینید حدیث های زیادی در این باره هستند که زنها حق طلب کردن طلاق را ندارند، اما اون عامل هایی که علمای دین پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم گذاشتگی هستند که در بعض سبب ها، در بعض عامل ها وجود دارد در میان زندگی مرد و زن که زن میتواند که طلب طلاق کند، اما من کردگی هست پیامبر صلی الله علیه و سلم که زن طلب طلاق نکند. پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم میگه که ایو امرأة طلبت من زوجها طلاقا من غیر ما بأس حرمت عليها رائحة الجنة او كما قال رسول الله صلی الله علیه و سلم. یعنی حدیث از پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم است که هر زنی که از شوهرش طلب طلاق میکند، از شوهرش طلب طلاق میکند بدون یکم عذر و سبب شرعی، بدون یکم عذر و سبب شرعی از شوهرش طلاق طلب میکند، حرام است بر اون بوی جنت. یعنی بوی جنت برای چنان زن حرام است. اما البته بعضی از عامل ها و سبب های هست که در دوام صحبت من گفته میگذارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام استاد، اینجا خوبه؟ و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شکر. سوال داشتم. بله گوش میکنم. برای برقرار کردن خانواده‌های پشت‌برده کدام وسیله‌ها مهم است؟ یعنی برای خانواده‌های پشت‌برده کدام مسائل مهم است؟ سلامت باشید. دیگر سوالی؟ خوب استاد. سلامت باشید. و برادران عزیز، من در اون سوال اولی به خاتمه برسانم که بعضی از سبب و عامل‌های در جاده زندگی میان مرد و زن وجود دارند، اگرچه احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله در این باره زیاد است. حتی زنی که بدون عذر شرعی از شوهرش طلب طلاق میکند، این گناهی کبیر است برای اون زن، حرام است. و پیامبر اسلام گفتند در این صورتی که عذر شرعی وجود ندارد و این زن از مرد طلب طلاق میکند، این زن جنت برای این حرام است، بوی جنت را این زن نمیبیند. و این خیلی سخن عظیم و بزرگ از معلم دین صلی الله علیه و سلم هست. و سوال آخری که برادرها از ما کردن این است که آیا عائله هایی که برهم خوردن چی مسائل فراهم باید باشد، مساعد باید باشد که اون عائله ها باز با یکدیگر جمع شوند؟ در اینجا چند نکته وجود دارد. اولین نکته، هنگامی که اونها جدا شدن الان اون رو دیدن در کار که از دیدگاه دین مبین اسلام از لحاظ فتوا و روایت آیا اینها با یکدیگر جمع شدن میتوانند یا نه؟ اگر اینها با یکدیگر جمع شدن میتوانند، مفتی عالم دین برای اونها فتوا داد، اونها دنبال عامل‌های سعادتمندی میان خانواده خود شوند و اون عامل‌ها را چند از اونها ما در اینجا بیان میکنیم. چون که اگر اون راه حل دینی نداشته باشد، نکاح ملا حرام را حلال نمیکند، نکاح مفتی حرام را حلال نمیکند، نکاح عالم حرام را حلال نمیکند. مادامی که تکیهگاه دینی داشته باشد، بعدا نکاح حلال است، فتوا حلال است، روایت حلال است که اون فتوای اون، روایت اون در دین مبین اسلام باشد. و عامل هایی که
این اویله های پاش خورده را میتواند جمع بکند. اون عامل ها یکی از اونها این هست که رعایت کردن حقوق یکدیگر. پیش از همه اون عاملی که میتواند عائله را سعادتمند کند اون برقرار کردن حقوق یکدیگر هست. حقوق زن چی هست؟ مرد باید برای اون یعنی جای خوب معین داشته باشد، ملائم، جای معین، جایی که مساعد باشد، خانه کاشانه برای زن باید داشته باشد و لباس اون زن را تامین بکند، شکم اون زن را سیر بکند، شهوت اون زن را پره بکند. اینا از فرائض و حقوق زن بالای مرد هست که این چیزها را باید اون مرد داشته باشد و اخلاق خوبی داشته باشد. معشر صحابه گفتن آیا افضل ترین مرد کی هست نزد خدا؟ پیامبر صلی الله علیه و آله گفت که اون کسی هست که با اهل بیتش خوب است، نیک اخلاق، نیک سلوک هست و من بهترین شما با اهل بیتم هستم. شما ببینید رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 9 تا همسر در یک زمان داشتند. آیا دعوا در همه خانواده هست؟ این را باید ما شما تسلیم کنیم. از آدم تا خاتم، یعنی تا محمد مصطفی در خانواده صحابه اگر داخل شویم، تابعین، ائمه دین، همه جا دنیا هر عالم وجود دارد چه از علوم دنیوی و دینی. در میان خانواده آدم علیه السلام در همه جا اختلافات عائلوی بود. این را همه تسلیم کردن و این چیزی هست که قابل عقل هم هست و چیزی هست که در کتاب ها، در احادیث ها روایت شدگی هست که اختلافات وجود دارند. و اما اون عامل هایی که میتواند اون عائله پشخورده را جمع بکند اون رعایت کردن حقوق یکدیگر هست. شما ببینید و زنها پیش از همه پیش از قلبشون با چشمشون دوست می‌دارند که مرد را ببینند، مرد را مرد کامل ببینند، مرد را با لباس تازه ببینند، با طعام خوب ببینند، با سر شسته، با تر و تازگی، با خوشبویی، با سخنهای نیک در خانه ببینند. این چیزهایی هست که زنها با چشمشان بهتر دوست می‌دارند ببینند و در قلبشان صورت می‌گیرد و این چیزهایی هست که می‌توانیم عائله‌های پشخورده را ما گرد بر هم جمع بکنیم مادامی که حقوق یکدیگر را ما رعایت بکنیم. و دیگری از اونها این است که مرد قبح نباشد، سب و دشنام و حقارت نداشته باشد. خصوصا با چی حق پدر و مادران همسر را دشنام میکنند؟ کی داده است این حق را اونها رو؟ این از گناهان کبیر است. این خصلت را نداشته باشند. حتی بزرگان من شما گفتند که یکی از عامل هایی که عائله های پشخورده را میتواند جمع کند این باشد که مرد زیادتر در اهل بیتش باشد. یعنی سفر طولانی هم سبب می شود که عائله ها برهم بخورند، عائله ها با هم برهم بخورند و این در مفتیات شورای علمای جمهوری تاجیکستان ثابت شده. از هزارها یعنی خانواده‌ای داشتیم که مردها اونها را ترک میکردند، 1 سال و 2 سال و 4 سال طرف اونها نمی آمدند. و در مقابل اگر من بگویم یکی از عامل‌هایی که زنها میتوانند طلب طلاق بکنند که اون برادر گذشتگی سوال کردن همین است که سفر طولانی این همیشه سبب شود. شریعت حق میدهد اون نیست که اون بدون اینکه اون زن گناهگار شود، بدون اینکه محروم شود از بوی جنت میتواند که طلب طلاق کند. اون یک عامل است که سفر طولانی مرد داشته باشد همیشه در زندگی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد جان خوبه استاد؟ شکر الله ما خوبه. کدام موضوع یک سوال داشتیم؟ بله گوش میکنم شما. ممکن است همین عامل‌های اساسی مشکلات خانوادگی در زمان امروزه کدام هستند حضرت جان؟ باز سوال دیگری باشد اگر برادر عزیز. سوال اوجه همینجا میخوایم بفهمیم حضرت جان. سلامت باشید. سلامت باشید. بله. برادران عزیز این چیز در من فکر میکنم در گازیت عائله هم سوال شده بود و از اینکه سوال‌های مبرم روز هم هست که عامل‌های بر پاش خوردن زنها در زمان من شما به حد زیاده میگه چی عامل‌ها هست که اونها عائله‌ها بر پاش میخورند. من از ابتدا گفته گذاشتم یکی این است که
حقوق یکدیگر در اونجا رعایت نمیشه. دوم اینکه یکی از دیگر عامل‌هاش قبح مرد هست. مرد معامله خوب ندارد. زن خودش را قربان یک مرد میکند، به خانه کسی کلن میشود، اون مادر فرزندان اون خانه هست. اون شب و روز در اون خانه جای نمیرود به اجازت مرد و اون خودش را قربان این مرد کردگی هست. بعضی از مردها خانه میدارند، در خانه عید هست، یعنی آغوش میگیرن فرزندان و با همسر سلام دعای خوب دارد، چی حال دارین، چی میخواهین و چی نداشتین، چی رو من بیارم. و بعضی از پدران متاسفانه من عذر خواهی میکنم اینقدر اخلاق بد دارند، اینقدر متاسفانه هستند که در خانه وقتی داخل میشوند فرزندان در هر جا جاگه میشوند، همسر پیش او نمیبراید، مثل یک فرعون، مثل یک، یعنی اینو برای خودشون یک شعار کردن، این رو خودش رو که این گویا همه از این خانه از این میترسن و این یک حیبتی و شاید بگید این یک حیبتی مردانگی ما هستی. زنها با ما صحبت نمیکنن در پیش ما و زنها حق صحبت کنی ندارن و دختران این خیل، پسران اون خیل، همه از اون پدر فرار میکنن. و یکی از سبب‌های پاش خوردن عائله این هست که قبح صحبت، قبح همجوار، قبح یعنی همزیستی با زن را نآموختن، از دیدگاه دین، از صحبت علما نیاموختن. و بعضی سبب دیگرش هم من گفته گذاشتم این است که سفر طولانی اینا می شود و سبب دیگر جنایت کردن و زندانی شدن این هم یک سبب است که عائله ها برهم میخورند. بعضی ها نفسش رو باز میکنند، بعضی ها زبانش رو یعنی ره نمیگیرد، بعضی ها جوره نابابی دارد، رویه های پدیده و شوم و نامطلوب را دنبال میکنند و دنبال فتنه از در میان جامعه زندان می شود. و سفر طولانی هم یکی از اسباب سبب ها است و زندانی شدن یکی از سبب است که عائله ها پاش میخورند. و عیب مستحکم داشتن، یعنی عیب در اون مرد هست که اون رو همیشه دنبال میکنند و بار بار وادارش میکنند که این عیب را برطرف کنند. یعنی مردی نباشد که خویش تواران همسر بیاد اون بیرون برود، اون با اونها سلام دعای خوب نکند، اون در معرکه و توی و در خرسندی و در مصیبت خویش توار زن رفت آن نکند با اونها. این هم یکی از عامل ها است. و دیگر از عامل هایی که امروز در ریاست فتوای مرکز اسلامی ثبت می شود، یکی از عامل هایی که به نهایت در اینجا ثبت شدگی است اون هست که مردها مبتلا بر مخدرات شدن، با اون شراب، با نمیدانم با گیرین، با اوکال، با فلان تبلیغ، با دارو و دیگر چیزها مبتلا شدن. و وقتی که اونها با این چیزها مبتلا شدن اونها در هر راهی میروند. یکی از عامل‌ها در داخل مخدرات دست زدن اونها این هست که اونها با فسق و فحش و فجور دیگرها دست میزنند و دست شستن از همسر خانه، از اونی که با اون سلام میکردن، با اون تبسم میکردن، باعث اجر بود. اون آبی که آب بازی میکردن و با قطره اونها اجر میگرفتن، اون هم بستری که با اونها میکردن اجر و عبادت بود در دین مبین اسلام، اون رو ترک میکنن، دنبال این هستن. اینها از اون عامل هایی بودن که من چند از اونها رو ذکر کردم که اینها یکی از اسباب و سبب های میشوند که عامل ها یعنی عائله ها برهم میخورند. و دیگر از اون چیزها میتوانیم تا تماس گرفتن دوستان، تا تماس گرفتن شما من در اینجا اشاره بکنم. اون هست که اگرچه قانون در تاجیکستان هست درباره این که دختران رو جوان شوهر ندهند، شما ببینید در دین مبین اسلام این چیز هست. معلم دین من شما محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم این چیز رو گفتگی هست. مثلا وقتی که دخترشون فاطمه بزرگ میشوند، اولین کسی که او را عصبانی میکند یعنی خطبه میکند برای عصبانی میرود اون ابوبکر صدیق است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که الان فاطمه خرد است. بعد از اون حضرت عمر میرود رضی الله تعالی عنه.
پیامبر صلی الله علیه و سلم بر اون میگوید که فاطمه الان خرد است. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم در اینجا اشاره میکند به سوی اینکه زنها در خردسالی آماده نیستند برای بنیاد عائله، برای مادر بودن در جاده زندگی آماده نیستند. اونها یک سین سال دارند که باید بر اون آماده شوند. حالا که اینها ابوبکر و عمر چرا اینها عصقالی میکردن در اون سین سال؟ به خاطر اینکه نسبشون بلند شود، اونها از یک فرزندانشون از اولاد از نویرگان معلم دین محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم باشد. این عیب بر اونها نیست، این مقامی است. بسیاری ها میخواهند که با انسان‌های نیکوکاران، با انسان‌هایی که انسان خردمند و عاقل و دانشمندان با اونها نسب داشته باشند و اون که رحمت للعالمین بدن، اون خاتم پیامبران بدن، اون معلم دین بدن. هر صحابه این آرزو را داشت و هنگامی که حضرت علی رضی الله تعالی عنه او را وقتی عصقالی کردن، پیامبر صلی الله علیه و سلم خود حضرت علی میگوید که وقتی من عصقالی رفتم، میگه من پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم نشستم، میگه عموما صحبت کردن نتوانستم. گفته که من برای یعنی خطبه فاطمه آمدم. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی اون دیدن، چند با اون نشستن، گفتن آیا کاری داشتی؟ گفتن نه، فقط برای دیدن شما آمدم. پیامبر صلی الله علیه و سلم حضرت علی را گفتن که آیا شما میخواهید که من فاطمه را به نکاح شما بدارم؟ حضرت علی گفتن که بله من میخواهم. اون برای همین آمده بود، اما پیامبر خدا را دیدن هیچ صحبتی در این موضوع نکردن. خود پیامبر صلی الله علیه و سلم اون معلم دین بودن، اون پیامبر خدا بودن، آگاهی پیدا کردن و با اون پیشنهاد کردن. حضرت علی رضی الله تعالی عنه گفت که ای پیامبر صلی الله علیه و سلم، من هیچ چیزی ندارم که فاطمه را نکاح کنم. پیامبر صلی الله علیه و سلم ببینید حضرت علی و پدرش مقام بلندی در میان قریش داشتند، اما از دارایی اونها قشاق و کمبغل بودن، اونها نداشتن. گفت هیچ چیزی ندارم که در مقابل مهر پرداخت کنم و فاطمه را به نکاح خودم بدارم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که ای علی، آیا تو یک درع داشتی که اون را در حالت جنگ ها میپوشند؟ حضرت علی گفت که بله دارم. گفت که اما قیمت اون فقط 400 درهم، اون 400 درهم است، یعنی پولی ناچیزی از قیمت اون. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که شما اون درع را بیارید در مقابل مهر فاطمه و فاطمه را در مقابل اون درعی که 400 درهم بود حضرت علی را دادند. و در روایت میاد که وقتی که اون شب لیلة البنا، ببینید پیامبر صلی الله علیه و سلم چه الفاظ استفاده میکنند. بنا یعنی عائله بنیاد کردن، این بنا است، این بقای نسل بشری در جهان است. برای همون وقتی که قرآن در آیات‌هایی که شما مهر زنها را پرداخت کنید، در آیات‌هایی که شما زنها را مثل کوه احد مهر دادید از آنها نگیرید، در اون دوام اون آیت میگوید که وقد اخذ الله منکم میثاقا غلیظا، میثاق غلیظ، سخت میثاق، عهد و پیمان با قوت از شما گرفت. این که میثاق غلیظ با قوت صفت می شود، این را حتی خداوند در قرآن با انبیا وقتی که عهد و پیمان میکند این را استفاده نمیکند، اما در میان زن و شوهر این صفت غلیظ را استفاده میکند. یعنی عهد و پیمان با قوت گرفتیم ما از مرد و زن وقتی که اونها تن و نفس خدا را با یکدیگر بخشیدن، قبول کردن، بنیاد کردن. برای همین در روایت گفتیم وقتی که لیلة البنا می شود، اون شبی که حضرت علی باید پیش فاطمه داخل شود، در اون شب میگه اون جایی که اونها در آمدن یک پارچه از حریر بود و یک یعنی بالشتی از پر داشتن و یک نمیدونم فانوسی داشتن. فانوس همون چراغی که لمپ میگوییم، فانوس میگوین البته ملت ما، مردم ما، اون فانوس بود در اونجا و یک ابریق، یک یعنی چی بگویم مثل افتاوه یا مثل ظرف برای آبگیری بود. این خانه فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و سلم هست. بنابراین
اگرچه حقوق ها باید رعایت شوند، اما اون عامل هایی که ما در بالا گفته گذاشتیم اینها ما ترغیب نمیکنیم، برای اینکه اینا سبب هایی هستند که البته زنها در حالت سفر، زنها در حالت زندانی شوهر، زنها در حالت رعایت نکردن حقوق حتما طلاق خود را طلب کنند. ما فقط بیان میکنیم که این حقوق را دارند، اما اون زن صابره، اون زنی که صبر میکنه، اونی که مهرش کم هست، اون البته در مقابل این زندگی، در مقابل اینکه باقی میماند برای فرزندانش یک مادر صابر در جاده زندگی و دنبال زندگیش میشود، اجر و پاداش به حساب در دین مبین اسلام برای چنین زنها هست. یعنی زنهایی هستند که این حقوقهایی که ما بیان کردیم رعایت نمیشود. حالا اون که در دین مبین اسلام وقتی که حضرت عمر در زمانی که امیر مؤمنین بود، یک زنی رو چیزهایی شنوید از پشت دیوارش، آمد پیش حفصه، پیش دختر خودش، گفت آیا زن تا چه حد میتواند صبر کند بدون مردش، بدون شوهرش؟ حفصه یعنی که اون دختری حضرت عمر بودن، شرم کردن، اما این اسلام است. گفت ای حفصه، من تو را میپرسم که زن بدون مرد چقدر میتواند صبر کند؟ یعنی همبستری رو در نظر داشتن. در اونجا اونا 4 ماه گفتن، 4 ماه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و در روایت من از احمد بن حنبل خواندم که احمد بن حنبل رو میگویند که زن در غایب بودن شوهر چقدر وقت میتواند که شهوت خودش رو نگاه بدارد. میگه یورو 6 اشهر. یعنی احمد بن حنبل رحمت الله علیه میگوید که روایت شده است که 6 ماه. بنابراین من از اینجا، از این منبر، از این مرکز اسلامی، از این شورای علمای جمهوری تاجیکستان خطاب میکنم بر آن جوانانی که البته اونها از دنبال زندگی میروند، مهاجرت مهنتی، کوشش بکنن که سفری طولانی نداشته باشن، کوشش بکنن که مرد خوبی باشن از اونجا در تماس وقتی که میشن. الو سلام علیکم. الو سلام علیکم. اینو کسی هستن در تماس خطا کردن رقم ما، فکر میکنم. بنابراین بر اون جوانا خطاب میکنم که مرد خوبی باشن وقتی که پول میفرستن، وقتی که تماس میشون، وقتی که با فرزندان صحبت میکنن. امروز در یعنی اینترنت، در چیزهای شبکه‌ای میتوانن ببینن، از اونجا نصیحت و فرزندانشون داشته باشن. الو سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الو بله سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شما در سوال جواب آنلاینی اینترنتی هستید. موضوع درباره بپاش خوردن آیله ها و سبب جمع شدن و عامل جمع شدن آیله ها هست. مرحبا. بله گوش میکنم شما. خیلی شدم. لبای. الو. این برادر شاید از این که ما در آنلاینی هستیم یا موضوع درباره زن و شوهری و بنیاد عائله هست، معلومات هم ندارد، دنبال هم نمیکنه، شاید برای دیگر سوال و دیگر در مرکز اسلامی در تماس میشه. بله سلام علیکم. بله برادر عزیز. و من میخواستم که این دفعه که بگیرم بگم که دیرتر زنگ بزنم. برادران عزیز، صحبت در اینجا بود که اون جوانانی که در سفر طولانی هستند همیشه زیج با خانواده‌هاشون در تماس باشند. بله سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله برادر عزیز، صدای شما نمیآید. شما یک
15 دقیقه بعد در تماس شوید. و برای زنانم چندین نصیحت های از دیدگاه دین مؤمن اسلام دارم که کوشش بکنن اون مقامی رو که برای مادران، برای زنان، برای دختران دین مؤمن اسلام قائل است اونو صاحب اون باشن. اونها کارهایی رو انجام بدهن که خداوند برای اونها گفتگی هست. بسیار از زنهایی داریم ما که اونها قانتات هستند، مصلیات هستند، یعنی نمازگزار هم هستند، پاک و پرهیزگار هم هستند. بله سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله سلام علیکم. الو گوشیم خراب است. برادران عزیز، برای اون زنهایی که نماز میگذارن، صدقه میکنن، حج میکنن، زکات ادا میکنن، همه این کارها رو انجام میدهن، با وجود این شب تا صبح ملائکه های مقرر هستند که اونها رو لعنت میکنن. به خاطر این اونها برای شوهراشون زنان اطاعت شوهر کنن. به خاطر اینکه در حالت طلب کردن مردها در هم بستر شدن در خانه خودشون دست میکشن. با این چنین زنها در این مرکز ما به نهایت زیاد رو خورده و شکایت از مردان اونها ما داشتیم، در حال اون که اونها لباس خوب دارن، طاعت و عبادت دارن، حج و زکات دارن، نماز و روزه دارن، اما متاسفانه آگاهی تعلیمات دین مبین اسلام را ندارن، از فرمانبرداری و اطاعت شوهران دست میکشن، با گفته خودشون آنچه دلشون بخواد اون رو انجام میدهند. امروز اون عائله کامیاب است در کشور من و شما، در ملت من و شما، در جوانان من و شما که برای اون خواهر، برای اون زن، پدرش، مادرش، برادر و خواهرش، سیر و اسرارش شوهرش هست. همه چیز را پیش از همه با شوهرش مصلحت میکنه، سیرش را با اون بیان میکنه، غم و اندوهش را با اون میگوید، در آینده چی کار کردنش را با اون میگیرد، از اون اجازت میگیرد. این خانواده کامیاب است. دخالت دیگران را به خانه خودش قائل است، اون کامیاب است. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الو بله سلام علیکم. علیکم السلام. نازتون صبح خیر. شکر خدا. الحمدلله خدا رو شکر. شما گوش میکنیم شما رو برادر. گپ بنید. شما زنگ زدید. گفتگو کرده؟ بله سلامت باشید. ما در برنامه آنلاینی هستیم، بعدا صحبت میکنیم. سلامت باشید. و به این زنها هم این نصیحت را دارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم این چیز را برای اینها حرام می‌داند که شوهران خودشان را منع کنند. و از اون جایی که من برای اون برادرایی که در سفر هستن گفتم، چون که بسیاری از خواهران در اینجا شکایت میکنن. الو سلام علیکم. علیکم السلام. حضرت داملای از سوال داشتیم. بله گوش میکنم شما. داملا همی پیش وقت همی در برای همی زندگی ما چی موضوع رو دیدیم، خیلی گوش کردیم، الحمدلله خدا برکت آموزه. سلامت حضرت در برای همی جدا شوی پیش وقت کم بود، خودی به حد زیادی بچگی یعنی سبب در چی باشه حضرت؟ سلامت باشید. خب حضرت جان امیر حضرت جان جوابش میگردونید. در پاسخ ما با شما هستیم. سلامت باشید. ببینید یعنی بسیاری ها این سوال رو از دامنا میکنن. واقعا حقیقت هم این است. این برادر میگوید که چرا در زمان پیش
میگوید طلاق و این چیزا کم بدن، اما در این زمان خیلی زیاد شدن. شما ببینید. بله سلام علیکم. شما ببینید اگر این هم سوال باشد میگیریم در پاسخ. بله سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام. سلام علیکم. بله گوش میکنم شما رو. مجاز پرسی بخش مستقیمه. بله بله. همین بچه فرزند بخشش در همین ولیده زنده یا مرده در کدوم فرصت نفهمیدم سوال شما رو. وظیفه تربیت فرزند در مرده در زن. سلامت باشید. سلامت باشید. ما در پاسخ با شما هستیم. سوال دیگری باشد اگر. این برادر میگوید که آیا تربیه فرزندان بر ذمه مرد و زن هست یا زیادتر به کدام اینها هست؟ برادران عزیز، چرا در زمان پیش طلاق نبود؟ ما در بالا گفته گذاشتیم. آیت قرآنی است که الرجال قوامون علی النساء، مردان امیر و حاکم و رئیس و کلان زن هست. زنان پیش مردان را قبلگاه می‌دانستند. زنان پیش حتی در شوهر دادن دختران، در یعنی همسر دادن فرزندان سخن شوهر را گوش می‌کردند که پدرش شما بگوید، پدرش شما صحبت کنه، پدرش صحبت شما چی است، سخن شما چی است. آیا اینها میتوانند با دختر ما یعنی با ما قدر شوند؟ آیا با پسر ما میتوانیم که فلان دختر فلانی را بگیریم؟ اون آیه قرآنی که من خواندم این بود که رئیس و حاکم و لجام، یعنی همون لجام زندگی در دست مرد بود. امروز بنابر این زیاد شده است که البته سبب‌ها و عامل‌ها از جانب مردها هم هست که رعایت نمیشه حقوق زنها، اما بسیار از زنها خودشان کلان خانه را انتخاب میکنند، از مرد کم مصلحت میپرسند، خودشان دخترشان را شوهرش را معین میکنند، کم میپرسند. و این چیزها بسیار ما با این چیزها واخوردیم که در همون پدر و مادر وقتی که ما جیغ میزنیم، پدر میگه که در وقت شوهر دادن این دختر از ما نپرسیده، حقوق اون مرد اون خورا رعایت نکردن این زنها و اون زنها شوهر را قبلگاه میدانستند و به اجازت اونها جایی نمیرفتند و همیشه مادر مهربان و مادر خوب و فرمانبرداری برای شوهرها بودند. و اون پدران اون زمان هم البته اینم نگفته نماند صاحب اذان و قامت و نماز بودند در اون خانه و پدران اون زمان دروغ کم میگفتند، لقمه پاک برای خاندانشان می آوردند، مؤمنی و مسلمانی خودشان را حفظ میکردند. امروز بسیار چیز اینها هست که طلاق در زمان من شما بسیار شده است و اون قول علما اگرچه در سند اون من یعنی صحبت کرده بودم، اونا نسبت طلاق احادیث رو بیان میکردن برای مردم زجرن تنبیهن که با این دست نزنن و در حقیقت هم بسیاری جوانای ما امروز طلاق میکنند خودش یکم معلومات در باب طلاق ندارن و پیش اونها فرزند خود را من یاد دارم میبردم پیش دامولا، اون درباره طلاق و نکاح و درباره نمیدونم غسل و همه چیز با اون شخص صحبت میکردن، با اون داماد صحبت میکردن و زنهایی بودن معلومات داشتن با اون عروس صحبت میکردن. اما امروز صحبت به نهایت در این موضوع کم است و این هست عامل هایی که امروز خیلی زیاد شده. پدران را باید لجام زندگی را در دست پدران باید داد و پدران هم کوشش بکنند که مرد کامل در زندگی باشند، پدر نیک در زندگی باشند. و اون برادر گفته است که تربیه فرزندان بر ذمه کی هست و اگر هست بر کدام اینها هست؟ تربیه این از حقوقی است که این 50-50 هست، یعنی برابرند. در همین تربیه فرزند پدر و مادر حقوقشان برابر هست. البته پدر
در تربیه فرزند حق خیلی زیادی دارد. یعنی نامگذاری علی الوالد ان یحسن اسمه، نام خوب برای این پسر بگذارد و عقیقه اون بر ذمه پدر است و تا سن به بلاغت رسیدن جای خوابی اون پسر دختر، لباس اونها، دفتر و قلم و کتاب و تعلیم اونها بر ذمه پدر است. فرض است، واجب است که این را پدر پر کند. اما تربیه اونها از لحاظ معنویات و اخلاق از لحاظ مادر و پدر برابرند. یعنی حدیث های زیادی هست که اون مادران در روز قیامت کامیابند و حق مادریشان را، بندگیشان را پیش خدا ادا کردگیان هستند که تربیه فرزند اون مادران کامیابند و این برابر است. این پاسخی سوال آخری بود. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم و در پاسخ با سوال شما هستیم. اگر سوال دیگری باشد و در آخر ما دعا میکنیم برای اون برادرانی که در اون زمین لرزه، در اون رشت تاجیک‌آباد یعنی ضرر دیدن. خدا همه اونها رو حفظ کند، ارز و آب رو خاندان اونها رو حفظ کند و ترغیب میکنیم از اینجا بر اون برادرایی که دارا هستند دستی کمک داشته باشن برای اون مردمی ضرر دیده و خداوند از اونجا اون برادری که گذشته است خدا اون رو رحمت و مغفرت کند و خاندانش رو صبر جمیل و اجر عظیم عطا کند و خدا کند که با این صحبت ها ما در جاده اصلاح خانواده سهم داشته باشیم و آخر دعوانا ان الحمد لله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.